قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید سلسله برنامه‌های زلال ایمان خدمت شما هستیم. همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز را کنار خود دارم. در آغاز سلام‌های خود و شما بیننده‌های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم می‌گویم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیز و بزرگوارم استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و ارجمند و در خدمت شما بینندگان هستیم. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده‌های عزیز، البته از چندین هفته ما با برنامه با موضوعات ایمان به الله متعال در باب ارکان ایمان که اولین رکنی از ارکان ایمان به الله متعال بود پرداختیم. آخرین باب ایمان به الله متعال ایمان به اسماء و صفات الله متعال است که به اسماء حسنای متعدد الله متعال ما بحث هایی داشتیم رویشان. این هفته نیز فکر میکنم استاد سلیمانی عزیز باز هم روی دو اسمی از اسماء الله متعال بحث خواهند داشت. امیدوار هستیم که هرچی سریعتر بتوانیم این باب را، تمام نمیشه اما به یک جای برسانیم و به رکن بعدی از ارکان ایمان که ایمان به ملائکه هست بپردازیم. استاد سلیمانی عزیز، روی کدام اسما میپردازیم در این برنامه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در برنامه امروز همونگونه که شما اشاره فرمودید ما چون نمیتونیم همه اسما و صفات رو بررسی بکنیم، فقط سعی میکنیم نمونه هایی رو ذکر بکنیم. به دو اسم اشاره خواهیم کرد و ان شاء الله در برنامه بعدم حسن ختام موضوع ایمان به الله متعال خواهد بود و با موضوع سوره اخلاص و سوره قل الله احد ان شاء الله که لب به لباب این موضوع هست ان شاء الله این بحث رو خاتمه خواهیم داد و موضوع بحث ایمان به ملائکه داخل خواهیم شد. در بین اسما و صفات الله متعال اسمهایی هستند که الله متعال، ما نمونه‌هایی رو که ذکر کردیم على خصوص برخی از نمونه‌هایی که ذکر کردیم، دوست داره که بندگانش هم با اون صفات، هر اسمی گفتیم متضمن یک صفتی است و الله متعال دوست داره که بندگانش هم با اون صفت متصف بشن. درست. مثلا درباره الرحمن الرحیم صفت رحمت هست. بله. و الله متعال صفت رحمت رو دوست داره. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که به اهل زمین رحم بکنید تو اهل آسمان به شما رحم بکنن. و حتی الله متعال وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما وصف میکنه که صفاتی که در آیه آخر سوره مبارکه توبه ذکر میشه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از صفاتش این است که از خود شما آمده حریص علیه عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف و رحیم اینها اسمایی است که برای الله تعالی است، الرؤوف الرحیم. اما میبینیم که اینجا الله متعال اینو برای رسول صلی الله علیه و سلم استفاده کرد. درست. یعنی که الله متعال دوست داره که بندگانش هم این صفات رو داشته باشن. یا در موضوع آخری که به همراه شما بینندگان عزیز داشتیم درباره اسم الحکیم ما گفتیم متضمن صفت حکمت هست. بله. که هیچ کاری هیچ فعلی از الله متعال و آنچه که الله متعال خلق کرده، خلق تکوینیش، خلق تشریعیش در شریعت الله متعال که دین هست، هیچ چیزی خالی از حکمت نیست. دقیقاً. و حتی خود الله متعال میفهمد که این حکمت رو به بندگان هم میده و ما یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا.
تؤتي الحکمت ما یشاء و ما یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. یعنی حکمت رو میده خودش رو بندگان، یعنی دوست داره که بندگان هم حکیم باشن. گرچه خب بندگان همیشه در این صفات هرگز به اون صفاتی که الله متعال داره به کمال حکمت و جمالش نمیرسن، اما به هر حال خودشون رو زینت میدن با این صفات. اما در بین صفات و اسماء الله متعال که متضمن صفاتی است، دو اسمی که امروز میخوایم مطرح بکنیم، اینها اسمهایی هست که الله متعال هرگز دوست نداره که بندگانش این صفت رو داشته باشن. این جالبه، واقعا جالب است. این جالبیش در اینجاست. صفاتی است در این دو اسمهایی است که الله متعال این رو خاص برای خودش نگه داشته و صفاتی که خاص الله متعاله. و این اسمها و جالبترش اینه که این دو اسمی که امروز میخوایم صحبت بکنیم کنار هم ذکر شده در قرآن کریم، درست، پشت سر هم در پایان سوره مبارکه 8 و یک بار هم بیشتر ذکر نشده. برای الله متعال، برای الله متعال این اسمها در قرآن کریم فقط یک بار ذکر شده. یک بار این اسم، یک بار هم اسم دوم. این دوتا هم با هم اومدن. و این دو اسم چی هست؟ این دو اسم بسیار بزرگ و عظیم هست به نام الجبار المتکبر. الجبار المتکبر. در سوره مبارکه 8 آیه ما قبل آخر الله متعال در ذکر اسما و صفاتی برای خود، اسمهایی که برای الله متعال خود برای خود ذکر میکنه، دو اسم این هاست. درست. الجبار المتکبر. و جالبه که در کل قرآن کریم فقط یک بار ذکر شده کلمه اسم الجبار برای الله متعال و المتکبر برای الله متعال. یک بار ذکر شده. ما خیلی از اسمها رو داریم که بارها ذکر شدن. بله. لفظ جلاله الله بیش از 2000 بار ذکر شده در قرآن کریم. ما اسم الرحمن الرحیم رو گفتیم که فراوان ذکر شده در قرآن. بله. اسم الحکیم رو گفتیم بیش از 90 مرتبه ذکر شده. اسم العزیز در قرآن کریم بیش از 90 مرتبه ذکر شده. اسم العلیم زیاد ذکر شده. اسمهای الرؤوف و الرحیم فراوان ذکر شدن. اما میبینیم که اینجا وقتی که میرسیم به کلمه الجبار المتکبر یک بار ذکر میشه فقط. انگار که الله متعال گویی که به ما میخواد بفهمونه که فقط یک الجبار که واقعا شایسته این اسم و صفت باشه در عالم وجود داره و یک المتکبر که واقعا متکبر باشه و شایستگی تکبر داشته باشه در عالم وجود داره و اونم من الله متعال. در دنیا یک الجبار هست که واقعا جباره و یک المتکبر هست که واقعا متکبر. امروز میخوایم ان شاء الله درباره این دو اسم صحبت بکنیم و معانی این دو اسم و مفاهیم این دو اسم و این که ما چی یاد میگیریم از این دو اسم و اهمیت این دو اسم در زندگی چی هست و ایمان به این دو اسم چقدر تاثیرگذاره در زندگی ما و در باور ایمان ما و چرا انقدر اهمیت داره که الله متعال فقط یک بار ذکر میکنه. و گفتیم که میتونه یکی از حکمت‌های این یک بار ذکر شدن هم این باشه که فقط خاص الله متعال است. تشکر، سلامت باشید. پس میریم به در مورد معانی این دو اسم زیبای الله متعال میپردازیم که شما گفتین که فقط یک بار این دو اسم کنار هم، البته در آخرین آیات سوره مبارکه الحشر، برای الله متعال ذکر شده است و بیشتر از آن هم نیامده. ما در بقیه اسمایی که پرداختیم گفتیم که چندین بار هر اسمی در قرآن وارد شده و فایده هم داشت بیشتر ذکر شدن آنها و این که یک بار آمده این هم نکته داره. حکمت نیست. یقینا خالی از حکمت. تشکر، سلامت باشید. پس میریم سراغ الجبار ببینیم که چی معانی را افاده میکنه، چی معانی را میرسانه این اسم زیبای الله متعال الجبار. الان ما در ترجمه این معانی وقتی که در ترجمه این دو اسم وقتی که داخل میشیم و مفاهیمش متوجه میشیم که چرا فقط یک بار در قرآن کریم ذکر شده و تاکید الله متعال بر این یک بار بودن، چون گفتیم که اسمها، این اسمها برای الله متعال نشان مدحه و یک صفت مدحه برای الله متعال. اما همین اسم
اگر برای انسان و مخلوقات ذکر شد اون موقع دیگه مد نیست. این اسمهایی هستن که الله متعال فقط برای خود دوست داره و برای بندگان دوست نداره. یک ذات شایسته این اسم هاست و لایق این اسم ها که یک بار هم فقط ذکر میکنه این اسم رو برای خود، با اون الله تعالی است. الجبار، کلمه جبار، الجبار از جبر گرفته میشه. جبر ما در فارسی هم استفاده میکنیم، صیغه مبالغه است برای جبر. درست. ما جبر رو در فارسی هم استفاده میکنیم، در 3 معنیش یک معنیش رو ما داریم در فارسی هم. درست. یکی از همون معنی که ما در فارسی میگیم به جبر این کارو کردن، مثلا به زور، یعنی به اکراه، ناخواسته، که زور هم یعنی یک زوری باید باشه که اکراه بیاد. غالبا وقتی زور هست اکراه هست، نه؟ این بحث حالا زور هم در یک معنی دیگه جبر داخل میشه. درست. موضوع اکراه وقتی میگیم جبار، یکی از معانیش چی هست؟ همینه که در فارسی میگیم. اگر جبر فارسی رو معیار قرار بدیم، هم کلمه فارسی خودمون، یعنی یک کاری رو به اکراه انجام دادن، جبار کسیه که دیگران رو مجبور میکنه. خود مجبوری از جبر میاد، میگن بله. خود مجبورم از همین جبار و جبر است، اینم همه از یک خانواده. کسی که مجبور میکنه دیگران رو به انجام یک کاری، یعنی اینکه بقیه نمیتونن که در مقابلش مقاومت و ایستادگی بکنن، اینو میگن اجبار، که اینم باز از جبر گرفته میشه. خود اجبار، جبر، مجبور، همه اینها با جبار هم از یک خانواده. درست. این یکی از معانیه. پس معنی اول جبار یعنی کسی که دیگران رو مجبور میکنه به انجام کارهایی و اونها نمیتونن در مقابلش ایستادگی بکنن. حالا میرسیم این معانی رو درباره الله متعال چطور این معانی درباره الله متعال چطور معنی میده. درست. ما فعلا داریم در لغت بررسی میکنیم. یک معنی دیگه جبار چی هست؟ یک معنی دیگه جبار، جبر یک معنی دیگه هم داره. درست. جبر معنی مقابل کسر رو داره. کسر یعنی شکستن، جبر یعنی ترمیم کردن و ترمیم شدن. جبر نقطه مقابل کسر هم هست. درست. کسر یعنی شکستن، جبر یعنی ترمیم کردن یا پیوند دادن و اصلاح نمودن به معنی دیگرش. به همین خاطر در عربی ما اون به اصطلاح باند یا پانسمان یا آن آتل میگن بعضی جا که برای شکستن دست و پا استفاده میشه، اون رو جبیره میگن. جبیره از جبر گرفته شده، اینجا بهش میگن جبیره. اون پارچه‌ای که پیچیده میشه دور دست و پا به خاطر ترمیم و پیوند و اصلاح شکستگی. درست. این هم بهش میگن جبر. این معنی دوم جبر است. و اینجا جبار به چه معنایی میشه؟ با این معنی جبار چه معنی پیدا میکنه؟ جبار با این تعبیر دوم جبر به معنای اصلاح و پیوند و ترمیم شکستگی، یعنی کسی که اصلاح میکنه. درست. کسی که ترمیم میکنه. این معناش است. معنای سوم جبر به معنای قهر است و غلبه است. درست. و قوت است. قهر، غلبه، قوت، عظمت هم در داخلش داخل میشه. ما در قرآن کریم مثلا کلمه جبار رو داریم برای اون قومی که بنی اسرائیل میخواستن برن با اونها بجنگن در مسجد الاقصی و موسی علیه السلام گفت که ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. در ادامه گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین. بله. اینجا یک قوم جباری هست. اینجا جبار هست. این جبار اینجا معنیش چیه؟ این جبار اینجا به معنی قهرم هست. یک قوم خیلی خشنی اونجا هست. یک قوم قدرتمندی اونجا هست. یا ظالم هم میشه. اینجا حالا به هر حال ظالم غالبا با قهر و با غلبه و اینها میاد استفاده میکنه، اما خود کلمه جبار ظلم داخلش نیست. درست. خود کلمه جبار قاهر، همیشه کسی که قاهر بر دیگران هست ظالم نیست. همیشه اینطور نیست که کسی که چیره میشه و قدرتمند باشه، هر قدرتمندی، هر کسی که پهلوان است و قاهر بر دیگران است و غلبه میکنه بر دیگران ظلم هم بکنه، ظالم باشه. اینطوری نیست. اگرچه خب خیلی وقتا بعض ظالمین از این
صفات استفاده میکنه. و یا الله متعال درباره رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید و ما انت علیهم بجبار، شما بر اینها غلبه نداری، قاهر بر اینها، مسلط بر اینها نیستی. اینها معانی جبار در لغت هست. درست. پس ما جبار رو وقتی استفاده میکنیم یعنی کسی که دیگران رو به امری مجبور میکنه و اونها نمیتونن باش مقابله بکنن. این یک. دوم موضوع کسی که اصلاح میکنه و ترمیم میکنه و مشکلات رو برطرف میکنه. سوم اون کسی که قوت داره و غلبه داره و قاهر و مسلط. درست. این سه معانی معانی لغتیه به اصطلاح. وقتی که ما میگیم جبار، این معانی در لغت عرب این رو برای خودش به ما میرسونه و ما این معانی رو از لغت عرب دریافت میکنیم برای کلمه جبار. درست. اما حالا وقتی میگیم الجبار برای الله متعال، کدوم یک از این معانی مد نظر هست؟ این مهم است که این رو هم ما الان تشخیص بدیم که خب آیا وقتی که میگیم الله متعال الجبار هست، وقتی که الجبار سه معانی لغوی داشته بوده، برای الله متعال هر سه همزمان اطلاق میشود یا یکی از اینها یا چند تا از اینها؟ این سوال خود به خود خطور میکنه. خب ما گفتیم جبار مثلا که معنای اولش اینه که دیگران مجبور میکنه. بله. در معنی اول این که دیگران رو مجبور میکنه، اینجا این اجبار برای الجبار الله متعال به این معنا نیست که الله متعال نعوذ بالله یعنی فقط همه مجبور باشیم، مثل کسانی که حالا به اسم فرقه جبریه معروفن، میگن هر انسان مجبور هست و هیچ اختیار از خود نداره. نه. درست. الجبار برای الله متعال در این معنای اول به معنای این هست که الله متعال در قرآن کریم در آیات مختلف میفرماید که او خالق آسمان ها و زمین است، متصرف آسمان ها و زمین است، مدبر آسمان ها و زمین است. درباره رب العالمین، مالک یوم الدین، درباره اینها به تفصیل صحبت کرد. بله. این به این معناست که ذره‌ای در عالم بدون اذن الله تعالی و قدرت الله تعالی و اراده الله متعال جابجا نمیشه. این جاش مجبوره. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. این معناش اینه شما در آنچه که الله متعال خلق میکنه، در آنچه که ما بهش میگیم تکوین یعنی خلق الله متعال، در خلقت الله متعال هم مجبورن. من چه شکلی شدم دست خودم نبوده، من کی به دنیا آمدم و کی از دنیا میرم دست خودم نیست، مجبورم. یک قانونی الله متعال قانونهایی در عالم گذاشته که همه تابع این قانونهایی، مجبورن. چه کسانی که معترف به وجود الله متعال هستن، چه کسانی که معترف به وجود الله متعال نیستن. آیا اون کسی که کافر هست قلبش، سیستم قلبش با سیستم قلب من شما فرق میکنه؟ یا سیستم بدنش با سیستم بدن من شما فرق میکنه؟ یا به دنیا آمدنش یا زندگیش؟ یا این وفاتش. مواردی که به خلقت معروف است همه یک مدلن و همه ما مجبوریم. اینجا اینه که الجبار در این معنی اول فقط در بعد خلقت هست، نه در بعد تکوین هست و نه تشریع. چرا؟ درباره دین ما مجبور نیستیم که هممون مثلا گناه بکنیم یا هممون عبادت بکنیم، ما اختیار داریم. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد ایمان میاره، هر کی میخواد ایمان نمیاره. این فمن شاء، این شاء با و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین در فرقش در چیه؟ اونجا مشیت الله متعال در تکوین است، اینجا در تشریع. نه ما در این که در دیندار باشیم یا نباشیم اختیار داریم، ما مجبور نیستیم. ما خودمون به اختیار خود زندگیمون انتخاب میکنیم که راه راست بریم یا راه چپ بریم. درست. این به معنای الجبار وقتی که میگیم الله متعال الجبار است، یعنی که تمام موجودات عالم مجبورن تابع دستورات، تابع قوانینی هستن که الله متعال گذاشته در خلقت. درست. موضوع دوم، اگر ما این آیات را کنار هم قرار ندیم، اون و ما تشاءون را با این من یشاء فلیؤمن و من یشاء فلیکفر کنار هم قرار داده فیصله نکنیم، باز منحرف میشیم، مثل که جبریه منحرف شدن. این گونه بد تصور میشه که ما مجبوریم، یعنی یک برنامه زندگی برای ما از قبل گذاشته شده، یک سناریوی نوشته شده و ما مجبوریم باید این سناریو رو بریم و وقتی مجبور باشیم دیگه حساب کتاب معنی نداره دیگه. موقع نباید گناه برای ما گناه نوشته بشه و ثواب برای ما ثواب نوشته بشه، چون که ما از اول نوشته شده، از اول نوشته شده. اما این کلا حالا ما در تفاصیل این موضوع ان شاء الله در بحث ایمان به قضا و قدر به تفصیل در این باب صحبت خواهیم کرد اگر عمری باقی باشه ان شاء الله. موضوع دوم میمونه موضوع بحث الجبار. درباره الجبار گفتیم یک از معنی دوم که جبیره بود و ترمیم و مقاومت. برای الله متعال دقیقاً این معنی باز برای الجبار درباره الله متعال هم هست. الجبار ما
وقتی که اسم الجبار میشنویم کمی احساس میکنیم از بیرون که ترس داره. بله کلمه الجبار درش غلبه هست، قوت هست، معنای سومی که بود. اما در کنارش الجبار به معنای دومی جبر از جبیره یعنی ترمیم، اصلاح. الله متعال که اصلاح میکنه برای ما. الله متعال که بیماری های ما رو شفا میده. و اذا مرضت فهو یشفین. مرض کسر دیگه، یک شکستن دیگه دست. الله متعال که وقتی که انسان فقیر میشه او ثروت میده. الله انسانی که وقتی انسان ذلیل میشه اون عزت میده. الله انسانی که هر خزینه‌ای که در آسمان و زمین هست به دست الله تعالی است. من کان یرید العزة فإن العزة لله جمیعا. و یکی از معانی عزت و کلمه العزیز هم جبار باز. یکی از معانی العزیز خود جبار است، یعنی همین دقیقاً همین بحثه که میگیم فمن کان یرید العزة فإن العزة لله جمیعا. اینجا این عزت به معنای اون جبران، به معنای اونه که اصلاح امورش به دست الله تعالی. هر آن چیزی که ما در زندگی شکسته شده برای ما، دلمون شکسته، دستمون شکسته، پامون شکسته، قلبمون شکسته، زندگیمون شکسته، کارمون شکسته و احساس میکنیم که دوچار مشکلات در زندگی هستیم، مشکل کلیدش پیش کیه؟ الله الجبار. اونی که جبران میکنه برای ما. الله اونی که برای ما جبران میکنه. الجبار. این معنی دوم. معنی سوم الجبار با اون معنی که گفتیم به معنی غلبه و قهر است که در قرآن کریم هم استفاده شده. بله. این معنی کاملا برای الله متعال اصلا دیگه اظهر من الشمسه. برای الله متعال وقتی که ما میگیم غلبه و قهر دیگه و هو القاهر فوق عباده و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یریدک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. اراده ضرر به شما داشته باشه الله متعال هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. اراده خیری داشته باشه اون رو به هر کی بخواد میرسونه و هیچ کی نمیتونه جلوش رو بگیره. ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعد. اگر درهای رحمتی رو بخواد باز بکنه برای کسی هیچ کی نیست که جلوش رو بگیره و اگر بخواد ببنده هیچ کی هم نیست که بازش بکنه. این یعنی اینکه الله متعال قوت که داره، اصلا القوی که از اسمای الله تعالی، بله. العزیز که از اسمای الله تعالی است، الجبار خودش دلالت بر قدرت میکنه و الله متعال که مسلطه و الله متعال که حتی وقتی که درباره عیسی پسر مریم علیه السلام الله متعال میفهمه لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. کافرشون کسانی که گفتن عیسی پسر مریم خداست، الله عیسی پسر مریم است. قل بگو به اونها فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. به اونها بگو اگر الله تعالی اراده داشته باشه که عیسی پسر مریم و مادرش مریم علیهم السلام و هر آن کسی که در آسمان و زمین است رو هلاک بکنه، کیه که جلوش رو بگیره؟ کیه که جلوی الله تعالی؟ این یعنی الجبار، این یعنی القاهر، این یعنی العزیز، این یعنی القوی، این یعنی العلی، این یعنی المتعال، این یعنی الکبیر. همه این معنی در این دایره است. الله متعال اگر بخواد، الجبار وقتی که اراده بکنه که موجودی رو از بین ببره، این یشاء یذهبکم ایها الناس، اگر بخواد همه شما رو از بین میبره. این مردم ایها الناس وقتی که میاد خطاب انسان ها هم هستن، جن ها هم هستن، همه مخلوقات داخل میشن درش. تنها جنات داخل میشن، در ایها الناس جن ها هم داخل میشن. الان ما وقتی که اینجوری به این قضیه نگاه میکنیم که الجبار هست، الیس الله بکاف عبده، الله جبار برای بندش کافی نیست که اگر این بنده مشکلی در زندگی داشته باشه، شکستگی که الله براش درست بکنه، که اگر این بنده در زندگی از غلبه و قهر و قوت ظالمی شکایت داشته باشه پیش الله متعال بره. این رو ما بهش میگیم چی؟ این معانی الجبار است برای الله متعال. اما آیاتی که شما قبلا خواندین که قوم حضرت موسی گفتن ان فیها قوما جبارین، یعنی جبار برای بنده ها استعمال شده.
جبار برای بنده ها استعمال شده است، اما مثل چی؟ مثل اون لفظ الهی که برای بندگان بعضی استفاده کردن. این رو الله متعال یک عده‌ای میان چیکار میکنن؟ جبار رو به معنای سومیش، یعنی غلبه و قهر و ظلم، میان عملا اینطوری میشن. گفتیم الله متعال دوست نداره که بندهاش جبار باشن، غلبه و قهر رو دوست نداره. الله متعال دوست نداره که بندهاش چیکار بکنن؟ بندگانش دیگران رو مجبور بکنن. درسته؟ اینا معانی کلی جبار است. درست. الله متعال وقتی فرمود ان فی قوما جبارین، الله متعال خودش جبارها رو دوست نداره. چرا؟ چون فرمود که کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. در سوره غافر آیه 35 الله متعال میفرماد بر دل و قلب هر انسان متکبر جبار من مهر زدم، یعنی این انسان رهیاب نمیشه. و خواب کل جبار عنید، اینها هرگز به رستگاری نمیرسن. کسی که میاد چیکار میکنه؟ خب اصلا خود ربوبیت الله متعال رو یک عده‌ای، مگه فرعون نگفت انا ربکم الاعلی؟ مگر یک عده‌ای نگفتن که ما به هر حال نقش داریم در آسمان ها و زمین؟ فرعون ادعای خدایی کرد. یک عده‌ای میخوان در این صفت که جباریت الله تعالی است با الله متعال خودشون رو شریک بدونن، ولو ندانسته، ولو اینکه اعتراف نکنن. اونایی که اصلا عمدن این کارو نکنن اما در عمل این کارو دارن میکنن. اون چیه؟ زور بر دیگران، غلبه بر دیگران، اجبار دیگران در اون محدودیتی که اصلا حقش نیست. اینها رو الله متعال میفهمه جبار. اینا جبارن، اما این جبارها رو من جبار حقیقی که حق منه، الجبار کسی که غلبه داره، چون هیچ کسی حریفش نمیشه. کی حریف الله متعال میشه؟ کی میدونه در برابر الله متعال مقاومت بکنه؟ کی در برابر الله متعال ادعا میتونه بکنه که من جبروت من از الله متعال بیشتره؟ کی میتونه بگه که من جبران میکنم؟ حتی همین موضوع معنی جبران رو آیا کسی ادعا میتونه بکنه که من همین مشکلات مردم رو جبران میکنم؟ به معنی دومی که گفتیم جبر معنای اصلاح هست و ترمیم هست. در بین دو سجده رسول صلی الله علیه و سلم همیشه این دعا رو میفرمودن، میگفتن بین سجدتین بخونید رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی. واجبرنی، جبران کن منو یا رب. اون چیزایی که از جبر گرفته میشه یا جباره دیگه. در کدوم یک از این معانی ستایی که ما گفتیم کسی حق داره میتونه ادعا بکنه من واقعا جبارم، در معنی این که بقیه مجبورن از من اطاعت بکنن، در این که من همه مشکلات دیگران برطرف میکنم و جبران میکنم، یا این در این که من بر همه مسلطم؟ کی میتونه ادعا بکنه؟ کدوم انسان؟ این که الله متعال اگر کسی چون این ادعایی کرد او رو جبار مینامه، چون این ادعای جبر میکنه. جبار نامیده میشه اصطلاحاً، اما آیا این حقیقتا حق داره که الجبار باشه؟ هرگز نمیتونه. و این شخص داره ادعا میکنه که من با الله متعال در این دارم نعوذ بالله رقابت میکنم. کسی که بگه من خدای شما هستم، خب گفت دیگه انا ربکم الاعلی، میگه من رب شما هستم. آیا میشه؟ آیا این رب شد؟ جبار برای بنده یک صفت ذم هست. انسانی اگر جباره، یعنی صفت زشته است، صفت زشتی است، عیبه و بسیار خطرناکه. الله متعال میفهمد من اصلا مهر میزنم بر کسی که جبار باشه. انسان ها نباید جبار باشن. و در اون آیه هم ان فی قوما جبارین در مقام ذم اومده، نه در مقام مدح. الله متعال میفهمد قوم گفتن که انسانای جبار اینجا هستن، ظلم پیشه هستن، انسانایی هستن که اینا اصلا اخلاقشون و صفاتشون و رفتارشون رفتار ناشایسته است. ما وقتی که الجبار رو در زندگی خودمون میاریم، تأثیراتی در زندگی ما داره که باز اسم المتکبر هم که ادامه این میاد تکمیل کننده تکمیل این الجبار هست. این دو تا اسم بسیار به هم نزدیکن، الجبار، المتکبر. حالا ان شاءالله به المتکبر که پرداختیم باز معانی بیشتر مشخص ان شاءالله. اجازه بدین بریم به سراغ یک وقفه. بنده های عزیز وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك
و با تکبر در زمین راه مرو، بیگمان تو نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز در بلندی و قامت به کوه ها نمی رسی. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ملأ القلب أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة. هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة. فلست أقدم أمرا علي حبيبي نبي له دعوتي. از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهرورزان را الله مهربان مورد مهر خویش قرار می دهد، پس نسبت به اهل زمین مهربان باشید تا آن که در آسمان است بر شما مهربان باشد. خب بیننده های عزیز، قبل از میان برنامه روی اسم زیبای الله متعال که الجبار بود بحث کردیم. استاد سلیمانی عزیز سه معانی لغوی الجبار را گفتن و همچنان اضافه نمودن که اسم جبار، صفت جبار برای الله متعال مدح هست، تعریف هست، توصیف هست. اما اگر یک بنده به زور بیاد خود را جبار جلوه دهد، برای از او زشت هست، ذم هست، صفت مذمومی هست. حالا میریم به اسم بعدی که کنار الجبار در قرآن کریم وارد شده است، المتکبر. چه معانی را میرساند؟ الجبار، المتکبر، این دو اسم در کنار هم ذکر شدن. و قبل از این اسم ها، حالا ما چون فقط گلچین کردیم به همین اسم ها نتونستیم برسیم، اسم العزیز هست. العزیز، الجبار، المتکبر.
این سه اسم خیلی به هم نزدیکن و تشابه معنایی دارن. درست. هر سه تا با هم در بخش‌های با هم تشابه دارن. الجبار، المتکبر. المتکبر در لغت خود لفظ تکبر. بله. متکبر ما در فارسی هم استفاده میکنیم، میگیم فلانی آدم متکبری است، نه؟ متکبری است. و کلمه تکبر مثل همونطوری که در قرآن کریم تعبیر جبار برای غیر الله متعال هم در مقام ذم ذکر شده و مذمت ذکر شده بود، در قرآن کریم هم هر جایی که اومده در مقام مذمت برای غیر الله متعال استفاده شد. متکبر. درست. خود کلمه المتکبر از کبر گرفته میشه. کبر یعنی بزرگی. کبر یعنی بزرگی. کبیر، اکبر، کبرا و کبائر، متکبر، اینها همه از یک خانواده از کبر. مثلا اینا مرجع همه اینها و اصلشون کبر هست. درست. و کلماتی هستن که در حول کبر میچرخ. درست. کبر یعنی بزرگی. و المتکبر باز هم در او مبالغه هست، کثرت هست و با اون ماده خامه اصلی کبر وقتی که ما بهش نگاه میکنیم، یعنی اینکه اون ذاتی که بسیار بزرگ است و بسیار عالی مقام است و والاتر از هر کسی دیگه. درست. و الان ما المتکبر اون ذاتی هست که بالاست، عظیمه، علوه، کبیر از کبیر میاد دیگه، از کبیر از اکبر. ما در هر رکعت نماز، در هر لحظه نماز از انتقال یک لحظه به یک لحظه دیگر به این اسم داریم اشاره میکنیم در زندگیمون. این المتکبر همون الله اکبری که ما میگیم معنای المتکبره برامون میرسونه. المتکبر یعنی الله اکبر. المتکبر یعنی همین. المتکبر معنای سادهش یعنی الله اکبر. المتکبر کیه؟ الله تعالی است. و گفتیم تکبر معنای چیش؟ معناش چیه؟ معناش از کبر میاد. الله اکبر یعنی الله از همه آنچه که شما ادعا میکنید بزرگتر است. ما در هر لحظه به لحظه انتقال جزئی از نماز به جزئی دیگر داریم اعتراف میکنیم المتکبر. ما در برابر المتکبر دست بلند میکنیم، تسلیم میشیم. دست ابتدای نماز تکبیر تحریمی که میگیم. در برابر متکبر تکبیر میگیم، میریم به رکوع، سر خم میکنیم در برابرش. در برابر متکبر دست بلند میکنیم، دوباره میایم بالا. در برابر متکبر دوباره تکبیر گفته و اعتراف به تکبرش کرده، دوباره میریم سر رو، پیشانی خودمون رو که مهمترین بخش بدن ماست. و حکمت سجده یکیش اینه که ما در سجده صورت که به اصطلاح شاه و عضو بدن هست رو به زمین میمالیم و باز از بین صورت پیشانی از همه مهمتره که با ما او رو یعنی مهمترین عضو بدنمون رو با کرامت ترین عضو بدن که پیشانی هست رو به خاک میمالیم در برابر کی؟ المتکبر. با اعتراف به تکبرش در هر حرکت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این معنی تکبر هست. المتکبر هست. المتکبر به معنی، یکی از معانی المتکبر، یکی از معانیش همون معنی چی هست؟ معنی قهار هست که در الجبار هم بود. یکی از معانی متکبر الجبار با معنی المتکبر با هم شریکن. درست. در معنی سومی الجبار، در معنی سومی که معنی چی بود؟ معنی قهر و غلبه و قوت. بله. و چون از چی میاد؟ چون الله متعال در قوت، در غلبه، در قهر، در عزت از همه بالاتر است، اکبر هست، نه بزرگتر هست از همه مخلوقاتش. معنی دوم متکبر، معنی دومی هم داره که معنای بلند مرتبه میده، معنای العلی و متعال، بزرگوارتر از اون چیزی که الله متعال. بسیار از محدثین، بسیار از مفسرین در معانی اینها آمدن که المتکبر در این معنای دومش به این معناست که الله متعال به معنای المتعالی میاد اینجا. الله متعال والا مقامتر از اون هست که بندگانش ظلم بکنه. خیلی کبیرتره، بزرگتر و عظیمتر از این هست که به بندگانش ظلم بکنه. و المتکبر صفتی است که خاص الله متعال است. درست.
و الله متعال که خود رو المتکبر نامیده و چقدر این المتکبر برای الله تعالی زیبنده است. بدون شک. ببینید متکبر، این کلمه المتکبر معنای خیلی سنگینی داره، معنای سنگینه، چون اصلا اسمش کبیر یعنی بزرگ، متکبر یعنی خیلی بزرگ. الان ما المتکبر، این تایی هم که در کلمه متکبر آمده، تا رو علمای اهل لغت اینجا میگن این تا به معنای تخصیص هست. در قالب این وزن متفعل، قالب این وزن کلمه حرف تا برای تشدید و شدت میاد. درست. اما در مواردی این تا برای چی میاد؟ برای تخصیص میاد. یعنی فقط الله با عظمت هست که چنین صفتی داره که از همه چیز بالاتر است و بر همه چیز غالبه و بر همه چیز چیر است. الله متعال متکبر یک معنای سنگینی داره که یک وزنی داره که این رو فقط الله متعال میتونه این اسم رو داشته باشه و این صفت رو داشته باشه و فقط این صفت شایسته الله متعال است. درست. چرا؟ چون ما وقتی که صحبت میکنیم از عظمت، وقتی که صحبت میکنیم از بزرگی، وقتی که صحبت میکنیم از قوت و از سلطه و از چیره شدن بر دیگران و از اینکه کسی در مقابل این ذات عظیم نمیتونه که حرکتی بکنه، این تکبر، این خود بالا بینی، هیچ کسی، یعنی تکبر یعنی کسی، خود فارسی هم که ما استفاده میکنیم میگیم فلانی تکبر داره، یعنی چی؟ خود رو از دیگران بهتر میبینه، نه بزرگتر میبینه، بهتر میبینه دیگه. تکبر اصلا معنی فارسی شما اینا میگن فلان خیلی انسان متکبری، یعنی چی متکبر؟ یعنی خودش رو از دیگران بهتر میدونه. آیا الله متعال این شایستگی رو داره که خود رو از دیگران بهتر بدونه یا نه؟ بدون شک. بله. آیا بنده‌ای میتونه که ادعا بکنه من هم المتکبر هستم؟ این صفت خاص الله متعال. چرا؟ چون این صفت وقتی این اسم و این صفت شایستگی پیدا میکنه در یک ذاتی که اون ذات صفات دیگری هم داشته باشه، صفت قوت، صفت قدرت، صفت علم مطلق، صفت عزت، صفت حکمت، صفت حیات مطلق، این حیات جاودانی، صفت خلقت، اینا همه مواردی هست که انسان وقتی میتونه بر دیگران اعلان، بر وقتی که ما میگیم دیگران یعنی موجوداتی که در عالم وجود داره. بله. وقتی این صفت المتکبر میاد یعنی من، هیچ کسی از من بالاتر نیست و فقط الله تعالی است که میتونه بگه من متکبرم و فرمود الجبار المتکبر. پس این متکبر من الله تعالی که بخشید استاد سلیمانی عزیز، تکبر در ذات خود و جبار یا قبلا که گفتیم در ذات خود صفات بدی نیستن، چیزی بدی نیست، اما اینکه به بنده ها نسبت شود بد میشن به خاطر که مستحق و لایق این صفت نیستن. این صفت در یعنی در کل نگاه بکنیم، بکنیم نشان چی داره؟ نشان قدرت، قوت، عزت، چه جباریت، چه متکبریت، چه جبروت. بله. و حالا جبروت تعبیر میکنیم. بله. و چه تکبر. اما وقتی که در مکانش باشه، نه در جایی که واقعا شایسته باشه، در جایی که شایسته باشه. اما هر کسی که بیاد ادعا بکنه ربوبیت، آیا صفت ربوبیت صفت مد است یا ذم؟ صفت مده. اما در جایی که صفت شایستگی ربوبیت باشه، برای غیر الله متعال، فرعون هم گفت انا ربکم الاعلی، آیا فرعون داشت حرف خوبی میزد؟ اینجا دیگه برای فرعون نمیزیبید، برای فرعون نمیزیبه که بیاد بگه که من رب هستم. تو خودت محکوم به زوال، حالا اونم یکی مثل بقیه انسان ها، برحال همه انسان ها در خلقت در محکوم به زوال بودن، در ضعفی که ما داریم و خلق الانسان ضعیفا، اصلا کلا ذات ما ضعیف خلق شده. ما ضعف خودمون رو وقتی میفهمیم که یک سردرد میگیریم، دندونمون درد میگیره، میافتیم میگم موقع پادشاه که باشه، علامه که باشه، پهلوان که باشه، قهرمان مسابقات هم که باشه، بعد اون موقع میفهمیم که ضعف یعنی چی. یک تبوله است که ما رو میگیره چون میرزیم زیر پتو، موقع میفهمیم ضعف یعنی چی. الان تکبر برای الله متعال، المتکبر مدحه. چرا؟ چون الله متعال شایستگی این صفت رو داره. اما برای بنده چی؟ زشت است. برای بنده یک عیب بسیار بزرگه و از بزرگترین گناهانه و بلکه
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة یا مثقال ذره در روایتی من کبر. من کبر. از همین تکبر گفتیم تکبر اصلش کبر دیگه. بله. بزرگبینی، بزرگی. کسی که ذره، ببینید مثقال ذره، ذره به اندازه وزن ذره وقتی که صحبت میکنیم نه که یه گندم، حتی ما گندم نمیگیم ذره، اون میشه حبه. نه بله. ذره یعنی چیزی که این غبارایی که توی جلوی نور آفتاب میچرخن روی آسمان، این نور که وقتی از پنجره میفته داخلش نگاه بکنین شعاع نور، ذره است که این ما شعاع نور نگاه بکنیم چقدر این چیز میجای میچرخن اینجوری. و این تازه از اینم ذره است که ما میبینیم، از اینم پایین‌تر. کسی ذره‌ای در دلش کبر داشته باشه، یعنی این احساس تکبر رو، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود این انسان بوی بهشت نمیبره. لا يدخل الجنة، اصلا این انسان نمیره. کبر و تکبر برای انسان، بلکه تکبر انقدر بده که دیدیم رسول صلی الله علیه و سلم فرمود بهش نمیره. و اولین گناهی که در عالم انجام شد چی بود؟ تکبر. اولین گناه تکبره. کی انجام داد؟ ابلیس وقتی که بهش دستور داده شد، ابلیس که دیگه امام متکبرین ابلیسه و کسی که تکبر داره امامش ابلیسه و پیرو ابلیسه، چون اولین گناهی هم که انجام شده تکبره. ابلیس گناهی که کرد چی بود؟ که از لعنت مورد لعنت الله متعال قرار گرفت و رانده شد و نماد شر شد. به خاطر چی؟ از نماد خیر نماد شر شد. به خاطر اینکه اینجا در صفتی از صفات الله متعال خواست که بگه من هم دارم آنچه که شما دارید از تکبر. المتکبر یک بار در قرآن ذکر شده و یک ذات فقط شایسته تکبر است و اون الله تعالی است. و هر کسی که با این ذات بیاد و بخواد شریک بکنه خود رو، سرنوشتش میشه ابلیس. وقتی الله متعال بهش فرمود که اون و جمع ملائکه‌ای که او در جمع اونها بود، اون خودش جن بود اما به خاطر عبادت و تقرب به پیش الله تعالی به مقام فرشتگان رسیده بود. کان من الجن، ابلیس از فرشتگان نبود، جن بود، اما انقدر عبادت کرده بود که هم مقام فرشتگان معصوم شده بود. معصومن. ببینید فرشتگان در عمرشون یک اشتباه، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این صفت فرشتگان است که در زندگی یک بار هم معصیت الله متعال رو نمیکنن، یک ذره، و یفعلون ما یؤمرون. اینها بل عباد مکرمون. الله متعال وقتی که وصف میکنه فرشتگان، ما در بحث بعدی ان شاء الله در این به تفسیر صحبت خواهیم کرد. ان شاء الله. الان ابلیس الله متعال فرمود که اسجدوا لآدم، نه؟ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس از فرشتگان نبود، داره تو جمعشون بود، چون در جمع بود استثناء از قائل شده. چرا این کار نکرد؟ ابا ورزید. چرا؟ استکبر، خود رو بالاتر دانست، تکبر ورزید. در چندین جای قرآن الله متعال این حکایت رو ذکر میکنه، داستان سجده ملائکه در سوره های مختلف، و بارها این رو تکرار میکنه، به خاطر اینکه این مسئله بسیار خطرناکه. تکرار در قرآن خالی از افاده نیست. الله متعال میفهمد چی گفت. یکی از تعبیرات که در سوره هجر است، مثلا انا خیر منه یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. الله متعال فرمود ابلیس چرا سجده نمی‌کنی؟ قال لم اكن، در سوره هجر این تعبیر اینه، لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. در شأن و مقام من نیست که سجده بکنم به کسی که شما از گل خشک شده ای او رو آفریده. درست است. و در سوره اعراف الله تعالی میفهمد، اون گفت که ابلیس گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از اون بهترم. من بهترم یعنی چی؟ یعنی من بالاترم، یعنی من اکبرم از او. تکبر یعنی همین، من از اون بهترم. انا خیر من از آتش آفریده، اون از خاک آفریده. آتش همیشه بالای خاک است. الله متعال چی فرمود؟ اخرج منها مذءوما مدحورا، خار شده و پست و ذلیل، برو بیرون. لعنه الله، لعنت کرد. در تعبیر دیگه میفهمد و ان علیک لعنتی الی یوم الدین،
لعنت و نفرین من بر تو با تا روز قیامت. به خاطر چی؟ به خاطر تکبر. برای الله متعال المتکبر وصف لذت بخشه و شایسته است. برای غیر الله متعال گناهی است نابخشودنی. این تکبر انواعی داره، شکل‌های مختلف داره. خیلی وقتا ما کارهایی که انجام میدیم ندانسته کار ما تکبره. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که انسان متکبر نیستم، الحمدلله. این مسئله خیلی مهمه. الله متعال میفهمد المتکبر فقط منم. هر کسی که ادعای تکبر کرد، هر کسی که تکبر ورزید، سرنوشتش میشه شیطان. لعنه الله. لعنت شدن یعنی دیگه خلاص هیچ امید به بخشش این بنده نیست. شیطان هیچ امید به بخشش نیست. و انسان اگر توبه نکرد از دنیا رفتم، حکایتش دقیقاً در آخرت مثل ابلیس. انسان متکبر. تکبر یکی از انواع تکبر چیه؟ کسانی که در برابر حق، در همین روایت که در بهشت داخل نمیشه کسی که ذره‌ای کبر در وجودش باشه، پرسیدش و صحابه گفتن یا رسول الله، انسان بعضی وقتها دوست داره لباسش مرتب باشه، لباسش تمیز باشه، لباس زیبا بپوشه. آیا این هم از نشانه‌های تکبر است؟ حضرت علیه السلام فرمود نه، ان الله جمیل یحب الجمال. الله خودش جمیل، زیباست و زیبایی رو دوست داره. ببینیم بعضی صفات از الله متعال دوست داره، جمیل هست، جمال رو دوست داره، اما متکبر هست و تکبر رو دوست نداره. در قرآن یک بار فقط المتکبر داریم، اونم فقط برای الله تعالی است. این خیلی مهم. یک بار در قرآن اسم المتکبر ذکر شده، فقط یک بار، تا نشون بده الله متعال که فقط یک نفر هست که ذات شایسته این ذات است، اونم من الله تعالی. یک بارم بیشتر ذکر نمیکنه. المتکبر منه، بس دیگه کسی حرف نزنه در این باب، کسی تکبر نکنه، کسی ادعای تکبر نکنه. یکی از انواع تکبر در همین حدیث رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ولکن کبر چی است؟ بطر الحق حقی و غمط الناس. و غمط الناس. بطر الحق یعنی نپذیرفتن حق بعد از این که آشکار بشه. کسی که حق بهش گفته میشه، آیات قرآن خوانده میشه، حقیقت گفته میشه، دین بهش گفته میشه، یک حقیقتی، یک واقعیتی، یک حکایتی در زندگی اتفاق افتاده، آقا واقعیت اینه، قبول کن. قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ این ریشه عدم قبول به خاطر خود بزرگ بینی است، به خاطر تکبر. من مثل شیطان، من قبول بکنم انا خیر منه، چرا با این دستور الله تعالی فرمود سجده کن، بعد اطاعت میکرد، گفت من بهترم. کسی که قول الله و رسول رو قبول نمیکنه، این تکبر داره در برابر قرآن، آیات الله متعال. مهمترین نوع تکبر چی است؟ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. در آیه 43 مبارکه اعراف الله متعال میفرماید کسانی که آیات من الله با عظمت رو، آیات من رو چیکار میکنن؟ تکذیب میکنن. واستكبروا عنها، خود رو بالاتر و بزرگتر از آن میبینن که تسلیم قرآن بشن و آیات من. تکبر دیگه. اینم غیر از اینه. کسی که قرآن قبول نمیکنه یعنی چی؟ چرا نماز نمیخونه؟ چرا روزه نمیگیری؟ چرا قبول نیستی که حکم قرآن قبول بکنی و که حجاب در قرآن هست؟ چرا قبول نمیکنی؟ خود رو بالاتر از این میبینی که خود رو ملتزم بدونی به این کتاب؟ این تکبره در برابر آیات الله متعال. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. درهای آسمان بروی اینها باز نخواهد شد. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اینا هرگز به بهشت نخواهند رفت مگر اون لحظه ای که شتر از سوراخ سوزن رد بشه. مگه میشه؟ امکان داره شتری با اون حجم از سوراخ سوزنی رد بشه؟ این یعنی امکان نداره، یعنی محاله که متکبر وارد بهشت بشه. مهمترین نوع تکبر در برابر احکام الله تعالی است که من قبول نکنم که این حکم الله تعالی است و بهترینه و باید من تابعش باشم. حالا که انسان کوتاهی میکنه اون یک بحث دیگری است، اما اینکه خود رو قبول نمیکنه، تکبر میکنه، حکم غیر الله تعالی رو بر الله تعالی مقدم دانستن، حکم فلان قانون مدنی، فلان قانون دادگاه، فلان چیز از حکمی که در قرآن اومده بهتره، قطع دست نمیتونم، این حکم 60,000 سال پیشه، میراث بعد اینطور بشه، اینو تکبر همش. نوع دوم تکبر به چی است؟ الله متعال به شخص جمال داده، زیباست، قشنگه، یک بدنی داده، یک جسمی داده، ثروتی داده، پولی داده، عقل و هوش و درایت و ذکاوتی داده. این انسان یک نعمتی الله تعالی بود داده. ما بکن نعمت
فمن الله. همه آنچه که ما داده شده نعمتی است از الله تعالی. یقینا. اما وقتی که این انسان در مقابل دیگران قرار میگیره، چون مثلا کسی حالا کمی چشم ابروش کمی پایینتر از این هست، خودش رو میگیره من خوشگلم، من قشنگ، من خوشگل، من بیام خودم زشت بکنم، چادر بپوشم، من نقاب بپوشم، من قشنگ بعد با فلان زشت ازدواج بکنم، فلانی اومده خواستگاری من، دماغش کجه، گوشش کجه، زشته، برو زشت فلان شده، تو اومدی به من چیز میکنی. این تکبره، این غروره. گدای فقیر بدبخت بیچاره رفتگر نوکر آبدارچی فلان شده، من تاجر، من ثروتمند، تو میفهمی با کی داری صحبت میکنی؟ اینا تکبره، همه اینا تکبره. وقتی که به قارون گفته شد و احسن کما احسن الله الیک، اونجوری که الله تعالی به تو احسان کرده تو هم احسان کن، بذل و بخشش بکن، صدقه بده، به فقیرا برس، به یتیما برس، به مساکین برس، به مساجد برس. خیلی از تاجرای ما اینجوری ان، کارهای خیریه هست، شروع بکن، کمک بکن. قال انما اوتیته علی علم عندی، اینها رو من با علم خود به دست آوردم، من تاجر بودم، من زرنگ بودم، من تجارت کردم، من این مال خودم نمیدم، عرق ریختم. اینا تکبره، همه اینا تکبر. نوع دیگه از تکبر اینه که انسان چیکار میکنه؟ انسان احیانا من مال فلان قومم، من فلان قومم، من مال آقازادم، من سیدزاده هم، من بزرگزاده هستم، من پیرزاده هستم، من ملازاده هستم، من دکترزاده و مهندس زاده هستم، من از دماغ فیل افتادم، آبا اجداد ما فلان قوم بودن، ما از طایفه فلان پادشاهان و فلان امیران و فلان وزیرانیم. این تکبره، همه اینها تکبره و همه اینها قدم گذاشتن در راه ابلیس است و همه اینها مذمومه و همه اینها رو الله متعال میفرماید. کسی که در این صفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله متعال فرمود کسی در تکبر با من رقابت بکنه، من با اون اعلان جنگ دارم. تکبر معیار در بنده چیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما با تقوا ترین شماست. و راه حلش هم همینه. انسانی که از نطفه خلق شده، نطفه بدبو، در شکمش چیزی هم میکنه که میره پشت دیوار بسته ای اون رو دفن میکنه و دماغش رو میبنده. خیلی معذرت میخوام بعضی واقعیت رو باید صریح گفت. همه ما انسان اینطوری هستیم. اون خوشگل ترین ما، اون زرنگ ترین ما، اون ثروتمند ترین ما، اون عالم ترین ما، هممون همینیم. اون از اون اولش که به دنیا اومده، مادر وقتی که از بدن خارج شد، وقتی که نیاز به قص پیدا کردن والدین ما، بعد از این که در شکم مادر 9 ماه بودیم با اون خون و با اون وضعیتی که به دنیا اومدیم، الان در شکم چی داریم؟ با یک تبی هم میافتیم و به گریه میافتیم. بعدش هم که میمیریم جنازه ما از جنازه هر حیوان بوش بدتر خواهد بود اگر دفن نشیم. حالا این انسان باید بیاد تکبر بکنه، اونم در صفتی که خاص الله متعال است. المتکبر فقط الله متعال است که من بهترم و من منیت. شیطان گفت انا، من بهترم. قارون گفت انا انما اوتیته. قوم سبع نحن اولو قوة و اولو بأس شدید. نحن، ما. کسی که گفت من، کسی که گفت ما، این عاقبتش میشه تکبر. علاجش چی است؟ علاجش مختصر من نگاه بکنم که من انسان کیم، من از چی خلق شدم. من رو الله متعال اگر نعمتی داده، اگر میگن که به حسنت نناز که به تبی بنده، به حسنت نناز به شبی بنده، به حسنت نناز به تبی بنده، به مالت نناز به شبی بنده. الله متعال در یک لحظه میتونه من رو مثل اون کسی کنه که دارم مسخرش میکنه. از این بترسم که روز قیامت الله متعال کسی رو که ذره تکبر در وجودش باشه به بهشت داخل نمیکنه. اینا رو باید فکر بکنیم. مگر این امکان داره که ذره هم نباشه؟ این به خاطر چی هست؟ به خاطر زندگی که هر یک از ما و شما میدونیم ما تلاش میکنیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. این به خاطر ترساندن ما از این مصیبت و بیماری است. ما تلاش میکنیم این بیماری رو از خودمون دور بکنیم. اینطور نباشیم. وقتی انسان تلاش میکنه و باز در وجودش ذره مانده، اون دیگه ذلک فضل الله یؤتی من یشاء یعظم من یشاء و یغفر لمن یشاء. الله متعال خیلی بخشنده تر از اینه که انسان تلاش بکنه و باز هم بعد از تلاش او رو مؤاخذه بکنه. ما
این حدیث یادمون باشه که متکبر کجا میره، یادمون باشه که متکبر راه شیطان رو پیش میبره، یادمون باشه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد الله تعالی بهترین ما با تقواترین ماست. یاد ما باشه که الله متعال فرمود کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. الله متعال میفرماید من بر هر قلبی که متکبر باشه و جبار باشه بر قلب‌ها اینو مهر میذارم و هدایت پیدا نمیکنم. انسان متکبر جبار دشمن الله تعالی است. انسانی که خود رو از دیگران بهتر میدونه، انسانی که خود رو به خاطر جمالش، به خاطر کمالش، به خاطر مالش، به خاطر قومش، به خاطر ثروتش، به خاطر علمش، به خاطر درایتش، هوشش، ذکاوتش، حتی از یک دیوانه‌ای بهتر میدونه، به خاطر رنگ پوستش، به خاطر تیپ و قیافش، اینها رو باید دور بکنیم. این تکبر صفت خاص الله تعالی است. فقط الله متعال که المتکبر و شایسته ذات است. و بهترین راه علاج اونچه که گفتیم در خودمون تفکر بکنیم، به سرنوشت تفکر بکنیم، به سرنوشت تکبر ببینیم چه میشوند و متکبرین قبل از خودمون رو ببینیم که چه شدن. کجا رفت؟ فرعون، ابلیس، اقوام دیگر و خیلی از کسان، همه قوم‌ها و استکبر قومه، خیلی از اقوامی که در برابر انبیا، در برابر دعوت انبیا و انواع تکبر رو فراموش نکنیم که تکبر فقط این نیست که من خود از دیگران بهتر میدونم. وقتی در برابر حکم الله متعال من تسلیم شده نیستم، این من نوعی دارم خودم رو متکبر میدونم. یعنی که انگار احساس میکنم من بالاتر از اینم که بیام و چیکار بکنم و بیام خودم رو تابع حکم الله متعال قرار بدم. اینها خلاصه‌ای بود از آنچه که درباره الجبار و المتکبر باید مد نظرمون باشه. و این صفت وقتی درباره اینا فکر میکنیم که فقط الله تعالی است که جباره و متکبره، در زندگی ما تواضع میاد. چی میاره؟ تواضع میاره. تواضع. عبدالجبار بودن تنها به اسم نیست که ما خیلی اسممون عبدالجبار، عبدالمتکبر کمتر داره. ما کاش می‌داشت تیموناً حالا عزیزان اگر در این هفته الله تعالی بهشون پسر میده بزنن عبدالمتکبر. الله تعالی متکبر است، عبدالمتکبر. ما این دو اسم تفکر در اونها به ما میرسونه که ما باید متواضع باشیم، از یک طرف تکبر نداشته باشیم، از یک طرف دیگه باید با عزیز باشیم، با عزت زندگی کنیم. الله تعالی جباره و ما بنده جباریم و ما بنده کسی هستیم که قاهره، بنده کسی هستیم که متکبره. در برابر او هیچ کسی نمیتونه که تاب توان داشته باشه و خود رو به او بسپاریم و احساس ضعف نکنیم، احساس سستی نکنیم، هم غرور به ما دست نده و تکبر در برابر هم نوعان خودمون به صورت عموم همه انسان ها و مؤمنین به صورت خصوص که بهترین با تقواترین است. و حتی در تقوا احیانا انسان به ایمانش هم متکبر میشه. من که ماشاءالله حافظ قرآنم، من که علامه دهرم، من که روزه میگیرم، نماز میخونم، من این هم یک نوعی از تکبره. هر چی که داریم از الله تعالی است و نعمت الله تعالی است و فضل الله تعالی است و از الله متعال بخوایم که به ما تواضع بده، به اینکه خود رو بر دیگران بهتر نبینیم و استقامت در تا آخرین لحظه حیات و اینکه ما رو بندگانی خالص عبدالجبار و عبدالمتکبر بگردونه و نه جبار و متکبر. آمین. و از تکبر و اینها خداوند پناه بده. آمین. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از تک تک شما عزیزان که تا این لحظات با ما بودید. امیدوار هستم که از این بحث زیبا و جالب امروز ما که در مورد دو اسم زیبای الله متعال الجبار و المتکبر بود که المتکبر و بحث تکبر که در انسان ها هست خیلی خطرناک بود. الله متعال همه من و شما تمام مسلمانان را از این مرض مهلک نجات بده و پناه بده. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أردني، ذنبي تعلاني